سلام به شما دوستان گرامی، خوش اومدید به یکی از ویدیوهای دیگه از چنل تا فوتبال. به گزارشگری بازی منچستر سیتی و منچستر یونایتد به سر میبریم. در این لحظه چیکار منچستر یونایتد تروت میفرستن و منچستر سیتی دوست رو میگیره. عمر مرموش ارسال خطرناک و آندره اونانا. هایلند میره برای لوک شاو، ارسال خطرناک، واقعا که ارسالش خطرناک بود. فیل فودن حرکت میکنه، میخواد دریبل بزنه اما بازیکنان منچستر یونایتد این اجازه رو نمیدن. شاگردان آموریم. ارلینگ هالند توپ در اختیار داره، یه سونت برای نونس و مدافعان منچستر یونایتد اجازه نمیدن. کورنر رو کی ارسال میکنه؟ عمر مرموش، بازیکن مصری منچستر سیتی. یه ارسال خطرناک، آندره اونانا از همون راه دور، یوشا گواردیول، یا شوت خطرناک. خوش اومدید به نیمه دوم. شروع میشه نیمه دوم این بازی. هری مگوایر، لوک شاو حرکت میکنه، یه ارسال خطرناک. این سمت دیوگو دالوت پوشش میده، دلیخت برای آندره اونانا، یه پاس برای کارلوس کاسمیرو، میاره به این سمت برای دیوگو دالوت. چقدر خوب دریبل میکنه دیوگو دالوت پرتغالی. برونو فرناندز کاپیتان این تیم. این هافک منچستر سیتی که تازگی از آسه میلان اومده به منچستر سیتی. هری مگوایر، برونو فرناندز. این سمت توپ میاد برای بازیکنان منچستر سیتی. ماتئوس نونس چقدر بد توپو از دست میده. حالا بازیکن منچستر یونایتد فرصت دارن یه حمله عالی بکنن ولی مانوئل آکانجی این اجازه نمیده. حالا راسموس هویلند و هویلند هم در این کار موفق نیست. این هافک منچستر سیتی تازه وارد به اتحاد. یه پاس برای عمر مرموش، شماره 7 تیم منچستر سیتی، میخواد یه ارسال رو انجام بده ولی پاس میده برناردو سیلوا. یه پاس بد و جوری که بازیکن منچستر یونایتد تونستن بگیرن. اتوسکونیا، کاسمیرو برای دوباره برای ماتئوس، آکانجی اجازه نمیده. برناردو سیلوا، یه پاس برای ارلینگ هالند، موقعیت شوت زنی و آندره اونانا. یه عملکرد عالی و درخشان ازش دیدیم. فرصت هست برای بازیکن منچستر سیتی و بازی هم به اتمام میرسه و به وقتهای اضافه کشیده میشه. خوش اومدید به نیمه اول اکسترا تایم، جایی که در وقتهای اضافه در 2-15 دقیقه باید بجنگن این دو تیم وگرنه به ضربات پنالتی خواهد کشید. ارلینگ هالند، یه پاس خطرناک. رودری، یه ارسال به این سمت خطرناک. ماتئوس نونس و لیساندرو مارتینز عالی عمل میکنه. چقدر خوب. و یه تکل خشن دیدیم از مانوئل آکانجی که داورم کارت زرد رو بهش نشون میده. بخاطر این خطا چقدر بدم زد. موسون ماونت باید ارسال رو انجام بده ولی این کار نمیکنه، پاس میده به هری. فرصت هست برای تیم منچستر سیتی. حالا یه حمله خطرناک. آندره اونانا توپو در اختیار داره، دلیخت از جناح راست میخوان حمله کنن. فرصت هست برای ماونت، حرکت میکنه این بازیکنان منچستر یونایتد. ماونت، یه ارسال خطرناک و عملکرد درخشان از ادرسون. نیمه دوم اکسترا تایم شروع میشه با شروع کننده تیم حریف. فرصت دست ارلینگ هالند، یار به این سمت برای عمر مرموش، میتونی ارسال رو انجام بده ولی شوت میزنه مرموش. یه شوت بسیار خطرناک، میخواست بفرسته کنج دروازه اونانا.
عمر مرموش باید ارسال رو انجام بده. با اون ارساله کاتدارش واقعا دست مریضات داره تا اینجا. عمر مرموش خطرناک از بیخ گوش آنانا میگذره. اونانا دلیخت حتی اسکونیا حرکت میکنن، بازیکنان میارن به جناح چپ، میتونن سریع حرکت بکنن این سمت و نه حرکت عالی ندیدی. برنارد سیلوا با یه حرکت نمایشی جا میذاره و پاسکاری بعد میریم به پنالتی کشی. خوش اومدید به پنالتی کشی. ضربه اول عمر مرموش میزنه برای منچستر سیتی، گل میشه. بله گل اول و منچستر سیتی میزنه به تیم منچستر یونایتد، به یه همشهری خودش. ماتئوس کونیا پشت توپ و با یه ضربه آروم توپو فرستاد داخل دروازه. دومین نفر نوبت ارلینگ هالند هستش. ببینیم هالند چی کار میکنه. هالند و اونانا. هالند میخواست تحقیق کننده چیپ بزنه ولی اونانا این اجازه رو نمیده. فرصت از برای بازیکن منچستر یونایتد و توی دروازه ماونت. عالی بود این گلش، واقعا عالی بود. 2-1 منچستر یونایتد پیشی میگیره. فیل فودن با پای چپ میره که ضرر بزنه و آندرو اونانا. حالا 2 اشتباه داره منچستر سیتی. راسموس هویلوند این توپو گل میکنه یا نه و ادرسون موریس واقعا عملکرد عالی داشته. ببخشید آندرو اونانا منظورم بود. و یه ضربه خطرناک که بازم آندرو اونانا تونست بگیره. ادرسون و اونانا هر دو واقعا در زمان خوبی هستن. ببینیم ادرسون میتونه بگیره، نه و منچستر یونایتد با نتیجه 3-1 در